خب داریم میریم تیبی دابو. با کی؟ با یه رفیق. خب اول از همه من رفیقم معرفی کنم. یارو از روسیه، یه ماساژور بسیار خوب و خفن. با هم دیگه همکاری داریم. ویدیو جفتمون هم با هم دیگه دیدین فکر کنم تو اینستاگرام. خیلی یهویی شد با هم دیگه داریم میریم ببینیم تیبی دابویی که میگن چی هست، کی هست، کجا هست. آقا اومدیم مترو اومده بود، واسه دیر نشه بودو اومدیم اینا سوار شیم. این رفیق ما رفت تو، من بهش گفتم نرو این نیست مترو، اشتباهی سوار شد رفت تو. من پشت در جا موندم، در همون لحظه بسته شد رفت. ما رو جا کشت. یه قسمت بود من نتونستم نشون بدم، یادم رفت. خیلی جالب، مترو انقدر بزرگه، انقدر طولانیه. اگه توی 2-3 تا واگن اولش باشی به این ایستگاه نزدیکی تیبی دابو برسی، توی تونل درت باز میشه، اصلا اولا انگار درت باز نمیشه. نگاه کن چقدر جیگره آخه لعنتی. نگاش کن اصلا کل کابین همینه. اینو مسکول کرد، اینو مسکول کرده. میگه که چیز شده اینجا وایستاده شده جالبه. نگاه کن وایستاده کلا، بعد نمیدونم راه افتاد مثل. بریم ادامهش. عملا توره، این راهنمایی توره، همه چی رو بلده. الان داشتم اینجا وایستاده بودم، به من گفت برو اونجا، رو ویدیوشو میذارم. گفت برو اونجا، من اینجا واسط وای میستم تو صفحه چیز. گفتم چه خبره؟ گفت برو اونجا ببینی. رفتم ببین ویو رو بعد ببینیم اونور. If you come to Barcelona, I make for you discount for guiding. For guiding. برگشتر من به من اینطوری میکنه، میگه بشین سمت راست، بشین سمت راست. میگم چرا؟ میریم جلوتر، ویو بهتره، راهنمای طور خفنیه. نتونستم اینو فیلم بگیرم، سخت. یکی خونه اینجا هلیکوپتر بود.
رسیدیم به اینجا، یه ویو بدیم. او مای گاد، look at this. خیلی عالی، واقعا قشنگ، به شدت قشنگه. حالا یه بریم اونجا رو بهتون نشون. پشت سرم که اصلا یه چیز دیگه است، ولی اینجا رو نگاه کن. احتمالاً تا اونجا ما بریم انگشت. احتمالاً بریم اونجا و اونجا فکر کنم ویدیوهای بالی در بیاد، عکس ویدیوهای بالی در بیاد. سایگرادو هم میشه از همینجا دیدش. این هم سایگرادو فامیلیه معروف. اینجا یه آرمیتاژی بوده که 3 ژانویه 1886 افتتاح شده و اولین معبد پیشگویی بوده که توسط سن جان بوسکو فکر کنم افتتاح شده و ساخته شده و خیلی جالبه. حالا اینکه مجسمه مسیح اینجا هم پول میندازن، یعنی اینجا هم پول میندازن، خیلی جالبه اینجا. الان رفیق من سوالش این بود، میگفت چرا اینجا پول ریختن؟ یارو do you know why they put some money here? For what? Yeah. دنبال من میگه. Where were you? Where were you? I was there. Where? Water closet. ببین بادی که داره میاد واقعا دارم یخ میزنم. نمیدونم صدای باد فکر کنم تو ویدیو داره میاد. خیلی باده. It's too windy, yes? Yes. Yes. ¿Cómo se dice windy en español? Has olvidado. ¿Qué? Ventano. El tiempo es muy ventano. اینجا اومدم ببین واقعا حیفه که زبان فارسی رو پشتیبانی نمی‌کنه. اینجا ویلکام نوشته، ویلکومن نوشته، مرحبا بکم نوشته، ویلکام همه رو نوشته. این راشا what's Добро пожаловать. که Добро pожаловать. Добро пожаловать. Yeah? Is this Russian? No, this is Arabic. You Yeah. know how it Say in the Russian. See you. До свидания. ¿Qué? До свидания. До свидания. Sí. До свидания. До свидания. До свидания. Oh. How You did say I pronounce this? good. Good? Very good. Again? I forgot. До свидания. До свидания. Auf Wiedersehen. ¿Qué? Auf Wiedersehen. No, not this. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yeah, Sehen. Auf Wiedersehen. I learned. من اینو آلمانی قبلا خوندم بعد فارسی که اصلا کلا نیستش، انگلیسی هم که خب قطعا. Hasta la vista.
اسپانیش که اللغه الالتقه او لغه الالغه نمیدونم I don't know what's that. ولی خب اینو که بلدم، اینم بلدم یه دونه فارسی هم بود، ترکی هم اگه داشت اینجا خوب بود. First Turkish no فکر نکنم ترکی داشته باشه. خب ما قشنگ دیدیم جاتون خالی، خوش گذشت، حالا داریم برمیگردیم دوباره بریم با وسیله خیلی گوگلی بریم. این بشر از همین ویدیو باحال گرفته. من اونجا که بودم داشتم از 2 نفر عکاسی میکردم، بعد الان بهم نشون دادم یه ویدیو ازت گرفتم. بعد دوربین خودشون بود، دوربین اونا بود من گرفته بودم. این گفتم این دوربین کیه؟ دوربین من نیست. بعد از روی این کفشا بالاخره فهمیدم نه، مثل اینکه خودمم تو ویدیو. روز بود، شب برگشتیم. ویدیومون دیگه تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین و دمتون گرم. خداحافظ. Say goodbye. Ciao. No, say goodbye in Russia. Пока-пока. Пока-пока.